بعد از کلی گشتن ببینید کجا پیداش کردم. اینهاش میریم واسه دارت زدنش، ببینیم که خدا چی میخواد. خب بالاخره دارتشو زدم با 1000 دنگ و فنگ و اینکه داره بیهوش میشه. باید برم ببینم کجا میافته. بچه رو دارت زدم با 1000 دنگ و فنگ، منتظرم اینجا بیهوش شه. اصلا نمیدونی کل جنگل ما رو راه برد، پایین جنگلم، فقط منتظرم بیهوش بشه و بگیرم بیارمش. خب اینم بچه معروف جنگل زاره. بعد از دفعه 4 تلاش بالاخره تونستیم بگیرمش. اون دارتی هم که تو زنش میبینی دیگه پر ریسک در این حالت رو بهش زدم، بود فاصله 10-12 متر بهش زدم. حالا منتظریم کامل بیهوش رو منتقلش کنیم به ماشین. حسابی تو جنگل ما رو راه برد تا بخوابه. هیچی نداره تنش، چه بوی عفونتی هم میره. خب این وضعیت تنش. صحنه از آن چیزی که در فیلم میبینید بدتر است. اینم باید پایینش بنویسیم. دنداش کامل زده بیرون و بدون دندون. تو چقدر پیری بچه، پیره.